یعنی من موهامو میدم پایین تو چتری بسن. خب نه این موهام نمیاد پایین. چرا این کوتاه بلند کس؟ درود عشق داداش، سام سلیم به کانال من خوش اومدی. آقای یوتیوب فارسی هم بد چیزی شده و همه نوع کسچری توش داره ساخته میشه. یه کسچر جدید پیدا کردم، ASMR فارسی زبان. پس وقت تلف نمی کنم، کسچر زیادم نمیگم. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادت نره. زود باش بریم با هم ویدیو رو ببینیم. Let's go. چیکار کنم؟ بخورش. چتری بزنم. چی شد؟ من چتری نخواستم. من گو بخورم چتری خواستم. آها این داره وقتی این کارو میکنه ما باید فکر کنیم واقعی تو حالت واقعی داره این کارو وا میکنه و باش همکاری کنیم. آره الان داره واسم چتری میزنه. خب صبر کن. بیا بخورش. نه چی، بیا چتری بزن واسم. الان باش همکاری کنیم هر چه دیگه. بیا یعنی من موهامو میدم پایین تو چتری بزن. خب نه این موهام نمیاد پایین. چرا این کوتاه بلند کسخل بد زدی؟ این یکم تو واقعیت فکر کردم داره میزن. چتری به من میاد؟ کسکش چتری به من میاد؟ چرا گو میخوری؟ همین اومد چتری واسم زد. بچه‌ها الان چتری میدونید شما این موهای من شبات گوسفند میده. این میگه چتری زدم واسه. در همین حد میخوام فقط بگم کسشعر بود. دیدید؟ میخوام یه بار دیگه بذارم ببینید. بریم یکی دیگه هم هست، اون یکیش هم ببینیم. یکیش خیلی باحاله فکر کنم. میخواد به همون چیز کنه. چی یعنی؟ نه به همون یاد بده. یه میکاپ خیلی سریع رو انجام بدم. رو من گوه خوردی میخوام این کارو بکنم. من نمیذارم. نکن درشو وا نکن. من نمیذارم. حالا باید برات سایه بزنیم. این تپ میده؟ تیره استفاده کنم که یه کمی نه روشن بذار واسه من تیره دوست ندارم. این از اون کسشیر تره، قبول کن. خیلی سارتره دیگه. اون بهتره جانت فکر کنم. به خاطر اینکه یه رنگ صورتی نچرال خیلی قشنگی داره. من صورتی دوست دارم. ولی سروگونه نه. یه دیگه دوست. چی؟ نه اصلا نه اشتباه شد. بخش از همین رنگ که سه گونه هاتو میزنم روی لبت تا کامل بشن. لبت خونجه کن. عالی شد. من کسخلم دارم اجرا میکنم یا این کسخله داره این کارو میکنه؟ من نمیفهمم دیگه. ما چقدر کسخلیم که اینو نگاه میکنیم. ولی اینکه این ویدیو ویوهای زیادی داره میخوره و نمیدونم چرا. یعنی لذت بخشه واقعا. الان ما نه ارضا شدیم نه لذت بخشی بود نه حال کردیم. اومدیم ما رو آرایش کنی. مثلا یه دختری بیاد این ویدیو رو ببینه حال میکنه که مثلا داری تو واسش آرایش میکنه از پشت دوربین. نمیدونم شاید. ولی در کل خیلی آجی داره ویوهای خوبی میخوره این ویدیو. حالا توی انگلیسی و کشورهای خارجی بیشتر من دیدم مثلا با چیزی خوردن مچ کردن چه میدونم غذا اینا، یا با صدای چیزی مثلا سرکان میکروفونا بردارم مثلا صدای کیبورد. من الان کیبوردم هست با صدای کیبورد آرامش بخشه. این آرامش بخشه. خب ولی در کل خیلی قادر ویوهای خوبی میخوره این ASMR. چقدر سخته بگم گفتن سریع. منم دیگه از ریاکت حقیقتا خسته شدم و میخوام برم بزنم تو کار ASMR و خیلی خوبه باحاله. دقت کنید مثلا من این کار انجام بدم. سلام عزیزم، حالت خوبه؟ ناراحتی چرا؟ نخورده واسد؟ اشکال نداره. امشب میام خونتون میذارم دهنت. نه چی ببخشید من یکم اصلا من کلا درد ASMR نمیخورم. حتی اونجا هم نگاه کن دارم بد حرف میزنم. خب گفته بود میخواد ارضامون کنه. اینجور میشه یکی یا ارضا کرد، نه که با آرایش کردن میخوای کسی ارضا کنی. من که ارضای روحی همه یادم میره همش.
معذرت میخوام بچه. خب عشق داداش، امیدوارم از این ویدیو خوشت اومده باشه. من 2 تا دونه بیشتر نیاوردم که یکم زود ببینیم تموم شه، ببینیم چه کسشیه، کلا باش آشنا شیم. ولی اگه از سبک ویدیو خوشتون میاد، سبک ASMR، خب حالا اینکه فارسیش بود، خارجیش یا هر کدوم خوشتون میاد توی کامنت ها بگید، بیشتر در مورد این سبک براتون ویدیو میسازم. حالا چیزای بهتری میارم، حالا این واسه مقدمه و شروع چیز نرمالی بود. دوستتون دارم، تا ویدیوی بعدی، بدرود.